اوایل ژوئیه 1947 مک برزل صاحب یک مزرعه دام در نزدیکی شهر روزول نیومکزیکو در یک شب طوفانی متوجه صدایی عجیب شبیه انفجار میشه. صبح روز بعد وقتی برای بررسی زمینهاش میره با صحنه‌ای عجیب روبرو میشه. قطعاتی عجیب از یک شیئی که در سراسر زمین پخش شده بود. این قطعات شبیه چیزی نبود که او تا به حال دیده بود. تکه‌های فلزی بسیار سبک اما فوق‌العاده محکم که نمیشد خم یا پاره کرد. روی برخی از اونها نمادها یا خطوطی عجیب حکاکی شده بود. برزل مشکوک میشه و با مقامات محلی تماس میگیره. این تماس زنجیره‌ای از اتفاقات رو به راه انداخت که هنوز هم درباره اون بحث میشه. در 8 ژوئیه سرهنگ والتر هاوت از پایگاه هوایی ارتش در روزول یک بیانیه مطبوعاتی تاریخی صادر میکنه. او تایید میکنه که نیروی هوایی یک بشقاب پرنده سقوط کرده رو به دست آورده. این تنها باری در تاریخ بود که یک نهاد دولتی چنین چیزی را به صورت رسمی تایید میکرد. اما این شادی طرفداران فضایی تنها 24 ساعت طول کشید. فردای اون روز همه چیز عوض شد. ژنرال راجر رمی وارد ماجرا میشه. او در یک کنفرانس مطبوعاتی جدید اعلام میکنه که یک اشتباه رخ داده. آنچه پیدا شده یک بالون هواشناسی از پروژه محرمانه موگل بوده. پروژه موگل در واقع یک پروژه فوق سری برای شناسایی آزمایش‌های اتمی اتحاد جماهیر شوروی بود. اونها قطعات رو جمع‌آوری و از روزنامه‌ها عذرخواهی کردند و داستان رو به سرعت به فراموشی سپردند. اما سوال اینجاست: آیا واقعاً کسی باور میکنه که یک دامدار با تجربه یک بشقاب پرنده رو با یک بالون هواشناسی اشتباه گرفته؟ برای بیش از 30 سال داستان روزول کاملا به فراموشی سپرده شد تا اینکه در اواخر دهه 70 استانتون فریدمن، فیزیکدان هسته‌ای و پژوهشگر یوفوها، دوباره به این پرونده برگشت. او با شاهدان عینی اصلی مصاحبه کرد. شاهدانی که حالا حاضر بودند با هر جزئیاتی صحبت کنند. و اینجا بود که لایه‌های جدید و شوکه کننده‌ای از ماجرا فاش شد. شاهدان جدید از جمله پرسنل نظامی که در اون زمان در پایگاه بودند ادعا کردند که آنچه سقوط کرد یک شهاب سنگ یا بالون نبود، بلکه یک سفینه دیسکی شکل بود. اما شوک اصلی اینجا بود. اونها ادعا کردند که جسد موجودات فضایی نیز در محل پیدا شد. گلن دنیس، مدیر تدفین شهر روزول، ادعا کرد که پایگاه با او تماس گرفته تا در مورد تابوت‌های کوچک و ضد ضربه سوال کند. او حتی از یک پرستار در پایگاه شنیده که یکی از پزشکان از بدنهای کوچک با سرهای بزرگ و چشمای درشت توصیف کرد. تحت فشار افکار عمومی، نیروی هوایی آمریکا در دهه 90 مجبور به انتشار 2 گزارش رسمی شد. اونها دوباره ادعا کردند که اون قطعات متعلق به بالون پروژه موگل بوده، اما در گزارش دوم یک اعتراف عجیب بود. اونها گفتند که در دهه 50 برای آزمایش‌های مقاومت انسان در سقوط از ارتفاع بالا از آدمک‌های انسانی استفاده کرده
که شاید همین آدمک ها باعث ایجاد شایعات درباره جسد فضایی ها شد. بسیار خوب. پس یک دامدار یک بشقاب پرنده رو با یک بالون اشتباه میگیره و بعد سربازان آموزش دیده ارتش آدمک های آزمایشی رو با موجودات فضایی زنده اشتباه میگیره. آیا این توضیح قانع کننده است؟ امروز روزول فقط یک شهر نیست، یک صنعت توریستی، یک نماد فرهنگی و یک معماست. چه چیزی واقعا در اونجا سقوط کرد؟ سفینه فضایی. طرفداران این نظریه به شهادت‌های مستقیم، ناهماهنگی در گزارش‌های دولتی و سرپوش سری روی ماجرا استناد می‌کنند. پروژه موگل. این محتمل ترین توضیح رسمیه. بالون‌های موگل ساختاری عجیب و غیر معمول دارند. فناوری مخفی زمینی. شاید آنچه سقوط کرد یک هواپیمای جاسوسی فوق سری آمریکا یا حتی یک سلاح پیشرفته دوران جنگ سرد بود که دولت به هیچ قیمتی نمیخواست اون رو فاش کنه. شاید ما هرگز به طور قطعی ندونیم چه اتفاقی افتاد، اما حادثه روزول یک درس بزرگ به ما داد. اینکه همیشه شک کنید و سوال بپرسید و به نسخه رسمی داستان‌ها به راحتی اعتماد نکنید. روزول به نمادی از این پرسش تبدیل شد. آیا در این جهان پهناور تنهاییم؟ و جوابی که به این سوال میدید احتمالاً تعیین میکنه که شما به کدوم نسخه از داستان روزول باور دارید. نظر شما چیه؟ واقعاً چه چیزی در روزول سقوط کرد؟